که کسی مریض شد از استفاده بکنیم. ما همه وقتی که احساس خطر بکنیم حیات خودمان، سنت این هست که ما از مرگ فرار بکنیم. مگر سیدنا موسی مرگ فرار نکرد؟ بهشون گفته شد که این مردک را زدی مرد، الان اعدامت میکنند. از مصر خارج نشد؟ از مصر خارج شد، رفت مدین پناهنده شد. اون فرار از مرگ بود. خود رسول الله صلی الله علیه و سلم مگر مشرکین قصد نکردن که ایشون را شهید بکنند؟ هجرت کرد، فرار از مرگ بود. و خیلی توصیه ها فرمود که به سمت مرگ نروید. جایی میبینید که طاعونی هست، وبایی هست، اونجا نروید. پس فرار از مرگ و گریز از مرگ طبیعی هست. چگونه به یهود گفته میشه شما، یعنی این طعنه گویا به اونها زده میشه، این مال همه ما هست، میراث همه ما هست. جوابش اینه که فرار طبیعی از مرگ اشکالی نداره، اون دستور هم هست، اما فرار اینها خاص هست. اینها به خاطر چی هست؟ به خاطر این که ولا یتمنونه ابدا بما قدمت ایدیهم، به خاطر عمل کرد میدونند که ما اگر بمیریم بعد از مرگ دوباره زنده میشیم، اونجا مشکل پیدا میکنیم. اونجا ما زندگی را با دروغ و با کلاهبرداری و با تلبیس و با کتمان حق، با تحریف کتاب خدا، با مخفی کردن حق گذراندیم. اونجا ما گویا این فرار کردن از قیامت است، از پیشی در محضر الله. اونها ناراحت بودند. به همین خاطر الله میفرماید که شما که میمیرید، همون چیزی که اونها از اون میترسیده همون را خدا میفرماید فانه ملاقیکم، همانا اون مرگ شما را ملاقات میکند. ثم تردون الى عالم الغیب والشهاده، سپس شما برگردانده میشوید به محضر اون ذاتی که داننده غیب و شهادت است، یعنی از ظاهر شما هم میداند، از مخفیات شما هم میداند، از باطن شما هم میداند. فینبئکم بما کنتم تعملون، اون ذات به شما خبر میده شما چه عمل کردید. اون وقت خدا میگه که ای بیچاره ها، شما در تورات علائم پیغمبر را دیدید، مخفی کردید. شما تمام حق را شناختید ولی کتمان حق کردید. فرار اینها هم به همین خاطر است. لذا این خطاب یهودی ها هست، به خاطر اینکه اینها در بعد از بعثت رسول الله واقعیت را متوجه شدند ولی به واقعیت عمل نکردند. یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه، اینجا فرائض جمعه هست و احکام جمعه. حالا شاید سوال بفرمایید که ربطش چیه؟ ربطش را شیخ بزرگوار ما اینطور بیان میکنه، میفرماید میشه شما شاگردان، شما امت، ایشون فرایضش اونه، فریضه شما، وظیفه شما اینه که پای خطبهش بشینید، به حرفاش گوش کنید، عمل کنید. پس میفرماید یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه، وقتی که ندا میشه برای نماز بر روز جمعه، فاسعوا الى ذکر الله، بشتابید به ذکر الله. ببین فاسعوا اصل سعی در نظر از نظر میگویند، یکی هست مشی، یکی هست سعی.